این ویدیو به شما نشان می‌دهد که چجوری از مراکز سوری، برنابی، نیو وستمنستر و کوکیتلام به بریج کلینیک بیایید. بریج کلینیک برای مدت نصف سال و یا 1 سال در خدمت شماست تا بتوانید دکتر خانوادگی پیدا کنید. بریج کلینیک توی مجتمع سلامتی اورگرین هستش. آدرس جدید ما 3425 خیابان کراردی توی ونکوور هستش. شماره تلفن ما 604 872 2511. شما می توانید سکایترن جویس کالینگوود را بگیرید. سکایترن قسمت وستباند یا غربی به سمت واترفرونت را بگیرید و سکایترن را که به سمت سوری می رود لطفاً سوار نشید. استیشنی که به شما پس می کنید مترو تاون هستش و استیشن بعدی پترسون هست. استیشن جویس کالینگوود آخرین هستش و اینجایی هست که شما باید پیاده شوید. لطفاً در استیشن جویس کالینگوود سکایترن را ترک کنید. از پله ها پایین رفته و به قسمت خروجی غربی بروید. به سمت راست بپیچید و از استیشن جویس کالینگوود خارج شوید. از پله ها پایین رفته و به کافی شاپ بامبو نگاه کنید که در گوشه خیابون ونیس هستش و توی جوی استریت. بعد خیابان را پس کنید و به قسمت لایت ها بروید. از کافی بامبو که خارج شدید به قسمت چپ بپیچید و خیابان را پس کنید به قسمت بعدی بروید. در قسمت بعدی خیابان به مجتمع سیوینگ ساین نگاه کنید. مستقیم بروید تا به خیابان کراولی توی و خیابان جویس میرسید. به اونجا که رسیدید مجتمع سلامتی مرکز بهداشت و درمان اورگرین را خواهید دید در قسمت چپ. به داخل بروید و به مرکز میز اطلاعاتی که منشی در آنجا نشسته است. مجتمع بریج کلینیک توی قسمت داخلی اورگرین و مرکز بهداشت و درمانش هستش. آدرسش هست 3425 خیابون کراولی توی ونکوور. شماره تلفن ما 604 872 2511 هستش.